حسن تهرانی مقدم خواب میبینه از دنیا رفته، میگه نکیر و منکر اومدن. به من گفتن حسن چی داری؟ میگه من سریع حساب کتاب کردم، 2 تا چیز یادم اومد. امشب به ما یکی میگه حسین، رضا، سید، احمد، محمد، رضا، حالا من اسما رو بلد نیستم، غلام رضا، یه روز ازتون میپرسن میگه چی داری؟ اینو از همه ما میپرسن، همین جاها شاید، همین گوشه کنارا. یه روزی که کار تمام میشه میگه خانم فلانی، خانم فلانی، خانم فلانی، این سوال از ما پرسید تو چی داری؟ چی داری؟ نکیر و منکر اینو میپرسن. یه هفته قبل از شهادت حسن تهرانی مقدمه، رفیق دانشمندش میگه حسن با گریه اینا رو برای من تعریف کرد. میگه نکیر و منکر من گفتن چی داری؟ میگه من حساب کتاب کردم، 2 تا چیز یادم اومد. یکی 8 سال دفاع مقدس، جوونی چه اونجا گذاشته بود، 8 سال دفاع مقدس، شبانه روز تو این بیابونا دویده. میگه خودم حساب کردم، میگه خودم، حسن میگه خودم حساب کردم، دیدم هیچیشو نگه نداشتم. یه هفته قبل شهادتشه. میگه دومیش جریان موشک بود. یه کتابی داره مردی با آرزوهای دور برد. اصلا هم شما نگاه کنید تو کتاب خواب خیلی تعریف نمیشه. این خوابش عجیب بوده قبل شهادتش. خانم و آقایون، این سوال امشب از خودمون بپرسیم. نکیر و منکر ما میگن چی داری؟ با خودتم چی داری؟ میگه من این حساب کتاب کردم، گفتم من هیچی ندارم. میگه انقدر دلم خالی شد، حسن تهرانی میگه انقدر دلم خالی شد گفتم من هیچی ندارم. گویا دلم هر ریخت. بچه‌ها کربلا که بودیم میگفتن آجی میریم زیر قبه، اینا چی بگیم؟ بهشون میگفتم حرف حسن تهرانی مقدم رو بگید. بگو چی بگیم؟ بگو هیچی نداریم، ولی حرف دومش هم بزن. میگه یهو یه چیزی یادم اومد، وقتی گفتم کل قبرم پر نور شد. میدونی چی گفته بود؟ گفته بود من هیچی ندارم، هیچی نگه نداشتم، ولی من حسین رو خیلی دوست داشتم. میگفت شروع کردم به نکیر و منکر، میگفتم من هیچی ندارم، ولی من برای مادر حسین خیلی گریه کردم. شما مادر حسین رو تو کوچه ها چجوری زدید شما؟ میگفت شروع کردم میگفتم من هیچی ندارم، من برای علی اصغر حسین خیلی گریه کردم. بگو این حرفا رو میزدم احساس میکردم نور گرفت. این دروغ نبود. هی بهش بگو که بگو من هیچی ندارم. هر بار اومدید اینجا بگید من هیچی ندارم. ولی ما برای اون دختر 3 ساله‌ای که کنج خرابه براش چه به سرش اومد خیلی گریه کردیم. نکردید؟ من بارها در هیئت‌ها شاهد بودم، بچه‌ها جوری برای دختر 3 ساله گریه میکردن. بعضی تو یادم میکروفون منو میکشید میگفت دیگه نمیتونم، دیگه اذیت شدم. خدا به حق اون لحظه‌ای که خودت شاهد بودی جیگرمون سوخت، نه اونجوری کنار بیبی زینب. آخ زینب، هممون آواره کردی تو بیابون، تو این 40، تو اون تاریکی شب. گریه کنیم بلند بلند حرف بزنیم.